سلام بچه ها، من پویانم. خوش اومدیم به اولین ویدیوی چنل من، یعنی چنل پویان ایدی. خوشحال میشم منو لایک و ساب بکنین و ویدیوهایی که میذارم رو حتما ببینین، لایک کنین و زنگوله هم حتما فعال کنین تا من ویدیو میذارم یوتیوب بهتون خبر بده که پویان ایدی ویدیو گذاشته. خوشحال میشم منو لایک و ساب و کامنت بذارین برای ویدیو هم. امیدوارم که منم یه روز صدکایی بشم و خوشحال میشم که من رو ساب کنیم. بریم سراغ ویدیوی اول من داخل کانال من. علیه علی سلام بابا کیه علیه بعد از نسترن هیچی دیگه نمونده باقی اون رفته منو کاشته تو این باغ عقاقی. واقعا خیلی خوب بوده. مطمئنم شما هم خندیدین. دیگه نمیخوام بخندم. زاویه درست کنم. دوستان میدونید چی بیشتر از خیار سکنجبین حال میده؟ خیار چهار کنجبین. من صدا شما رو ندارم. من شما چرا میشنوید من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم شما گفت الان ندارم. نه الان دیدید این موقع که داشتی تو آره ببرسی بود شما دنبال چی هستی؟ وای بابانی؟ اصلا کس دیگه توی استودیو تموم شد. عجیبه، شهر عجیبیه. الان 3 بار خندیدم دوستا، 3 بار، یعنی 3 بار باید سوستون بخورم. پس من میرم. بای. خوشگله خدمتتون باشین. بریم گم شین، مزاحم نشین. اصلا یه اسم کانالی ویدیو گم شین وگرنه چی شده میشم؟ هیچی، این دو احمق مزاحم شدن. این شورانه این بازی برگرد. چطور به تو گیر ندادم؟ میتونه از خودشون بپرس. لوز شوخی نکن، جدی پرسیدم. سبا بهت گفتم منو به خرجت نمیره. منظور چیه؟ اگه پوشش مناسب داشتی کار به اینجا نمیکشی. نمیدونم، شاه حق با توه. شما از طرف کی اومدی؟ داداشت کیه؟ نه از طرف دامادی یا عروس؟ داماد دوست داری؟ بله. اسمش چیه؟ نمیدونی. یه جمله قشنگ به داماد بگو تو اون دوربین. داماد عروس خوبی هست. وای 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 وای، فشارم داره میفته. انقدر سعی کردم نخندم. یه جمله قشنگ به داماد بگو. وای ای وای ای وای. بچه نهنگت این تازه مود شده. اینجا تهرانه، شبیه تگزاسه. نه اینجا تهرانه، تگزاس گنگتره، همچی چیز میگفت. بریم سراغ ویدیو بابا. وای خدا رحم کنه. مال حیواناته. ای والله تو برو بشین. وای 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 مال حیواناته. این دوستار وای. حیواناته. یه دست براش بزنید. بارکالله. دوست داره اولین مریضت کی باشه؟ شما. برو بشین برو. بچه همونجور که قولشو دادم باید مجازاتم رو انجام بدم. سس تنده گالاریا، زنگ گالاریا. وایسا ساب کردی؟ اگه نکردی حتما برو منو ساب کن، چون با کلی چالش های مختلف منو میبینین. کلی چالش های مختلف. بریم برای خوردن از سس تند گالاریا. واقعا خیلی بوده. بیا بکن. وای تره گلو آدم رو میزنه.
3 بار خندیدم. درسته دومی خوردم. دیدین که خوردم دوستان. نگه این داری دروغ میگه جا میزنی، مگه همینو نمیخواستی؟ خوب دیگه، حالا برو لایک و ساب یادت نره، زنگوله رو حتما بزن تا وقتی من ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده پویان عیدی ویدیو گذاشته. خدافظ.